توسل آخوند قزوینی به شاه دروغ و اهانت به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. آخوند قزوینی میگوید امام موسی کاظم وقتی در گهواره بودند به یکی از شیعیان گفته اند چرا اسم همیرا را برای دخترت گذاشته ای؟ این اسم مبغوض خداوند است. یکی از شیعیان میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، میبیند امام صادق کنار یک گهواره‌ای نشسته و داره با کودکی که در گهواره است امام داره حرف میزنه. این شیعه براش خیلی تعجب آور بود که امام داره با این کودکی که در گهواره است حرف میزنه. عرض کرد یا ابن رسول الله، این بچی در گهواره مگر صحبت شما رو میشنوه و متوجه میشه؟ حضرت فرمود بیا جلو، خودت با این بچه‌ای که در گهواره است سخن بگو. اومد جلو، سلام گفت. این کودک در گهواره جواب داد. این کودک در گهواره جواب داد و به این شیعه برگشت گفت که تازگی ها خدا به توی دختری داده، اسم این دختر رو همیرا گذاشتی. همیرا نامی است که خدا دوست نداره. همیرا نامی است که خدا دوست نداره. چرا بچه شیعه را اسمش رو یک نامی انتخاب کردی که مبغوض خدای عالم هست؟ یک نامی انتخاب کردی که مبغوض خدای عالم هست. این شیعه براش خیلی عجیب بود، جا خورد که این بچه‌ای که به قول چند ماهه بیشتر نیست در گهواره جواب داد، از اون طرف خبر داد که این دختر شده، اسم دخترش چیه؟ امام صادق عرض کرد یا من رسول الله، اسم این کیه؟ گفت این فرزندم حضرت موسی بن جعفره، امام بعد از من هست. بینندگان گرامی، سخن گفتن کودک در گهواره امری خارق العاده است که در حالت طبیعی انجام آن غیر ممکن است، مگر در مواردی بسیار نادر و خاص به مانند سخن گفتن عیسی علیه السلام که در قرآن کریم به آن اشاره شده است تا دلیلی باشد بر پاکدامنی مادرش مریم علیه السلام و تأییدی بر رسالت آینده اش. اما از آنجا که آخوندهای رافضی برای اثبات عقیده باطل خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند، سعی دارند برای برتری دادن امامان بزرگوار بر انبیای الهی تمامی معجزات پیامبران و بلکه بیشتر از آن را برای امامان بزرگوار ثابت نمایند. از این رو بدون داشتن دلیلی مستند و ثابت شده هرچه بخواهند ذکر می نمایند. همچنین این آخوند در ادامه می گوید امام موسی کاظم از نامگذاری یکی از دختران شیعه به همیرا ناراضی بوده، چرا که به گفته ایشان این اسم مبغوض الله است. این در حالی است که همیرا لقب ام المؤمنین عایشه همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که توسط خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر ایشان نهاده شده است. و چگونه ممکن است که پیامبر معصوم لقبی را برای همسر محبوبش انتخاب نماید که مبغوض الله متعال است؟ و چگونه ممکن است که ائمه بزرگوار اهل بیت از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها بدشان می آمده در حالی که دختران خود را به نام عایشه نامگذاری کرده اند؟ و اگر به گفته این آخوند امام موسی کاظم رحمت الله علیه نام همیرا که لقب عایشه رضی الله عنها را مبغوض الله می دانستند، پس چرا خودشان دختری به نام عایشه داشتند؟ شیخ مفید در کتاب الارشاد صفحه 303 به این امر اذعان می کند و علاوه بر وی نعمت الله جزائری در کتاب الانوار النعمانیه جلد 1 صفحه 380 می گوید امام موسی کاظم 37 فرزند دختر و پسر داشته و بعد از ذکر آنها در آخر می گوید و عایشه.
امام موسی کاظم رحمت الله علیه علاوه بر دخترشان عایشه، نوه‌ای به نام عایشه داشته اند که دختر امام رضا رحمت الله علیه بودند که این مسئله در کتاب کشف الغمه اردبیلی به صراحت ذکر شده است که امام علی ابن موسی رضا تنها یک دختر داشتند که نام ایشان عایشه بود و قبل از این بزرگواران جدشان علی ابن حسین زین العابدین رحمت الله علیه نیز دختری به نام عایشه داشتند که این موضوع در کتاب الفصول المهمه جلد 2 صفحه 90 ذکر شده است. آیا امکان دارد اهل بیت از کسی بدشان بیاید و اسم او را بر دخترانشان بگذارند؟ چرا این آخوند با پنهان کردن این حقایق و توسل به یک روایت دروغین و جعلی خرد مردم فهیم ما را به تمسخر گرفته و آنها را احمق می‌پندارد؟